سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی. بهزاد هستم. جلسه بعدی رو شروع میکنیم. امید که بتونیم روز به روز پیشرفت کنیم در کنار هم دیگه و آلمانی رو خیلی راحت و بی درد سر یاد بگیریم. با هم دیگه شروع میکنیم دوستان. نمبر 1. Ich fühle Freude. من احساس شادی میکنم. نمبر 2. Ich fühlte Freude. من احساس شادی کردم. نمبر 3. Ich habe Freude gefühlt. من احساس شادی کردم. نمبر 4. Sie zeigt Traurigkeit. او نشان میده غمش رو. زی برمیگرده به سوم شخص مفرد خانوم. نمبر 5. Sie zeigte ihre Traurigkeit. او نشان میده غمش رو. نمبر 6. Sie hat ihre Traurigkeit gezeigt. Sie hat ihre Traurigkeit gezeigt. او غمش را نشان میدهد. نمبر 7. Er hat Angst vor der Dunkelheit. Er hat Angst vor der Dunkelheit. او منظورش از اوی مرد، سوم شخص مفرد. او دارد ترس در برابر تاریکی. نمبر 8. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. او دارد ترس در برابر تاریکی. نمبر 9. Er hat Angst vor der Dunkelheit gehabt. Er hat Angst vor der Dunkelheit gehabt. او دارد ترس در برابر تاریکی. نمبر 10. Ich ärgere mich über den Ärger meines Chefs. Ich ärgere mich über den Ärger meines Chefs. من دلخورم، ناراحتم برای عصبانیت رئیسم یا به خاطر عصبانیت رئیسم. نمبر 11. Ich ärgerte mich über den Ärger meines Chefs. Ich ärgerte mich über den Ärger meines Chefs. من ناراحت شدم، دلخور شدم به خاطر عصبانیت رئیسم. نمبر 12. Ich habe mich über den Ärger meines Chefs geärgert. Ich habe mich über den Ärger meines Chefs geärgert. من ناراحت شدم به خاطر عصبانیت رئیسم. خب دوستان، ممنون که با من همراه بودید. با امید اینکه جلسه بعدی رو با هم دیگه هر چه زودتر شروع کنیم. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب، لایک و کامنت بذارید. ممنون ازتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.